ارزش آدمو به پولشونه. خانم ببخشید. سلام. بیاد اسم شما چی بود؟ جان؟ مهتاب سالا. نیمه گم شده منه. پسر داری سرطان نداری که ما داریم حرف میزنیم میاد. خود مال اگه میخواین کیس ازدواج. دوست پسر داری اون میاد بگیرتت. کوچولو. خب بشین تو ماشین. خب نه بخاری هم دار. دوست پسرتون میدونه شما الان اینجایی؟ اگه ایشون با شما دوست بشه دیگه اون اینطوری نیست که بدون اینجایین، با شما اینجاست. عکس انداختی؟ من خطم یه طرف. حالا میخوای یه شماره کمری؟ سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی. ماشین چطوره؟ اول برو من. عالی. برو من. عالی. دیگه یه دونه دیگه گفتم بگیرم، با لباسم دیگه پول نداشتم ستش کنم. در همینجا دیگه وسعت مالیمون تمام شد. در کنار سالار و نوید و مرتضی و سهیل میخوایم یه دوری مخفی خفنی بزنیم که لبخند روی لبای شما بیاد. ببینین، عشق کنین، ما رو سابسکرایب کنین، دنبالمون کنین. دیگه دو تا آوردیم، یه قرمز آبیش کردیم، ولی خب به ماشین من نمیرسه. بریم ببینیم چه اتفاق میفته. بودو برو ببینم. علی به تو میرسه. اصلا 100 تومن استهلاک. بعد از نیم ساعت تلاش برای گرفتن سوژه، بارون هم داره میاد، خیس هم شدیم مثل موش آب کشیده. چی؟ خیس آب موشه. موشه خیس کشید. ولی سوال اینو قبول داری؟ این شما با هر لول و شخصیت، تو با هر جایگاهی، اگه وارد هر ارگانی اداری، حالا یه جایی که دوستات هستن، تو یه جمعی که حالا نصفش میشناسن نصفش نمیشناسن، اگه با پراید بری تو اون جمع، یه دیدگاه و یه برخوردی نسبت به تو دارن. و اگه با یه ماشین خیلی خفن بری، یه دیدگاه و یه برخورد دیگه، یه شخصیت دیگه واسه تو مثلا اونجا درست میکنن و اونطوری باهات رفتار میکنن. و اینو قبول داری که توی ایران و کل دنیا ارزش آدمو به پولشونه. اگه تو یه آدم ثروتمندی باشی با تو یه جوری برخورد میکنن، اگه تو یه آدم بچه پایین شهر باشی یه جوری برخورد میکنن. و چرا منو ماسکه میکنی؟ سوسماس داشت، اینو یه سوسماسی بنده. قبول داری دیگه اینو؟ همه چی پوله. ته حرفت اینه که همه چی جیبت اینجا. آره بارون هم داره میاد. اصلا قیافه و میافه و اینجور چیزا اصلا معنی نداره. خب هم رد نمیشه. اینو بگیر، اینو بگیر زیاد سوسماسی صحبت. اینو بگیر خوب صحبت کنی ها سالار. اوکی. جان حامد خرابش نکن. حامد. خانم ببخشید. سلام. نه مزاحم نیستم، آدرس میخوام. خوب هستی؟ ما الان یه نیم ساعتی اومدیم اینجا، گم شدیم. یه میدون اینجا هستش، درسته؟ آدرس اونجا رو می‌خواستم. برادرم آقا حامد هستن. سلام. خوب هستی؟ سلامتی؟ ما با هم اومدیم اینجا، گم شدیم. اینجا مستقیم میخوره به کاج. اگه میدون کاجو میخواد چجوری باید بریم؟ بیفتی تو خیابون، میری دست راست میدون. بعد یه سوال، شما همینجا زندگی میکنید؟ کجاش میشینید؟ بالای کاج. همسایه این ما هم هفتم. ما هفتمیم. بعد شما دوزگیرم احساس کنم خراب شده. نه اوکی. یه دقیقه. نه یه دقیقه. من و داداشم حامد اینجا یه فست فودی خوب داره، عوض کردیم بریم اونجا. بعد شما هم داشتی از بالا می اومدی. ما تو کار صادرات و واردات. نه کار صادرات و واردات هستیم. ما تازه دفتر زیاد بلد نیستیم، وقتی میایم بیرون گم میشیم. این دوزگیرشو فردا بر درست کنی، خراب شده. نه حالا سالار داشت بیاد. اسم شما چی بود؟ جان؟ مهتاب و سالا. شما از دور که داشتیم می اومدین، سالار به من گفت حامد جان من نیمه گم شده. مثلا دیدیم مثلا یه هندونه که از بکن مثلا نیسان افتاده زمین، یه خاور از روش رد شده. نه آدرس خیلی خراب میشه. شهرداری باید این چیزو جمع کنه هندونه. بعد شما از دور داشتیم می اومدین، آقا سالار به من اشاره کرد، گفت های حامد. ما اینطوری هم دیار صدا کنیم. گفتم ها سالار. گفت که این نیمه گم شده منه، مثل لیلی و مجنون، لب رودخونه، شیرین و فرهاد. اگه دروغ میگه سوسکشم الان. باشه من دوست پسرم. یه دقیقه وایسا. دوست پسر داری سرطان نداری که ما داریم حرف میزنیم. یه دقیقه وایسا. آقا یه دقیقه وایسا. آقا حامد ماشین هست می‌خوایم بفهمید تو ماشین بشیم، من با شما دو تایی با هم برین. نه توزیرش الان درست کنم. یه دقیقه وایسی. درسته الان دیگه اوکی. وایسا. نه این اوکی. الان درست. آینه‌ش هم چیزا، این آینه‌ش پلاستیکیه، بعدا میخواد چیز ریموتیش کنه. جان الان دولو دیگه. آقا من حل میشم، میخوام حرف بزنم با دختر داداشم. بگو دیگه حرف دلمو بهش بگو. حرف دلش اینه که میتونه با شما یه زندگی خوبی رو تشکیل بده و این به فکر واقعا آینده است. شما واقعا دوست پسر قصد ازدواج دارن ایشون. الان کم پیدا میشه دیگه. نهایت اینه که مادر پدر شما واسه شما فکر کنم تو خونه 2-3 تا دبه درست کردن واسه ترشی. نه حالا بیادبی نشو. گفتم حالا اگه میخواین کیس ازدواج. دوست پسر داری اون میاد بگیرتت. اصلا من نمیخوام کسی منو بگیره. آره مستقل به شما ربطی نداره. حالا ولی یه پراید دارم مدل 89 بیرنگ، فقط یه دونه گلگیر پشتش، یه کوچولو. یخ زدم تو رو خدا. خب بشین تو ماشین. خب نه
بخاری هم داره. دوست پسرتون میدونه شما الان اینجایین؟ بله خونه اگه ایشون با شما دوست بشه دیگه اینطوری نیست که بدون اینجایین، با شما اینجاست و اون موقع با هم دیگه زیر بارون تو هوای 2 نفره قدم میزنید. سوسماست. ببینید خانم به من ربطی نداره ولی پراید 4 تا چرخ داره یه زاپاس. ولی من کاری باز ندارم، من این سوئیچ ماشینتون رو بهتون میدم، من میرم ولی من برم از ماشینم وسیله بردارم. ولی حالا بازم فکرای خودتون بکنید. عشق منی، دوست پسر دارین دوست اون دارم. فدات شم. یا قلب منی، داداش گلم، داداشم به تو عشق میرسه. داداش. گوشی من تو ماشینه. خوبی؟ چه خبر؟ دوست آقا حامد جان داداش. با شما کار دارم. جانم میخوای شماره‌تون رو بدید من بزنم؟ من نامزد دارم. چطور؟ همینجوری. نه من بی‌ادبی، من الان قصد ازدواجی ام، با 2 تاشون عقد کردم، یکیشم که سر خونه زندگیش 2 تا هم بچه داریم. بچه داری بعد میای اینجا؟ من که نه داداش با شما، من که با شما کاری نداشتم. من داشتم وصلت شما رو چیز می‌کردم که شاید در آینده مثلا یه جوجه یا فلان و مثلا یکی هم دوستاتون رو مثلا واسه ما. برای شماره‌تون رو بدید. من واقعا بی‌ادبی، من 3 تا دارم دیگه. 3 تا رو نه می‌خواین چی یه دونه کنم؟ رسمیه، 2 تاشم که خب من همیشه 4 جان نه شرمنده‌تونم. جانم ماشین خودته؟ ماشین واسه خودت، دورت بگم فقط نزدیک نشو. با اون پراید عکس بندازیم، این که دیگه ببخشید. حرکتات چه عکس؟ داداش استهلاک میندازه یه عکس با این بذار ماشین. بندازه سالار جان، مال منه، واقعا یه عکس بده. مال منه، به شما ربطی نداره. شما بنداز. پس آقا حامد سوئیچ ماشین منو بده، من گوشیمو ماشین من بردارم. اون نیست. سوئیچ ماشین منو بده. آدمی هستی، ماشین خودتون نمیتونی نگه داری. فقط عکس انداختی؟ برو دیگه، یه دونه عکس. خوش گذشت. برو آقا. من دانیال هستم، بچه‌ها پیروز صدا. میبینه من چیزم میگه سویچ بده. نه من فیروزم، بچه‌ها اصغر صدا میکنن. جان بریم. دانیال شناسنامه است. جان بریم. با شما فکر کنم کار دارم. شماره‌تون بزنم. من شما دوست پسر داری نمیتونم. شرمندم، ایشونم زن داره. خب داده شهرونده تو رو خدا داده یه گاز دیگه میری؟ می‌زنم. برو ببین دیگه. حرف خودتو به خودت زد. گفت سرطان که ندارم. اصلا قشنگ. میگم خدا میذاره تو کاستا. من بذار عینکمو تمیز کنم. ولی ببین یه چی من به شما بگم، جسارت الان کلام اینطوری کردن قشنگ شدم. نه ولی با ماشین الان چی؟ الان بازم نه. ماشین حالا اشکال نداره. ولی در کل دارم میگم اینو چرک کبد است حالا برا من. خب حالا خدا من سر دارم کلاس دارم. شماره‌تون بده من کاری. من والا خطم یه طرف است. شما تنت میخوره. خطم عکس یه طرف بندازی است چیه؟ دیگه. فقط بهش بخورید پولش رو ندادن. حامد خط من یه طرف است. شما شماره‌تون رو میتونید بدید؟ من که متأهله نمیتونه. بعد شما دوست پسر داری. الان دوست پسر بیاد. من- داری میگه سرطان که نداری. من بیادبی اسنپ بگیرم براتون. اسنپ ماشین خودم با ماشین خودتون با اونجا ماشین چیه خودت دیگه؟ برو دیگه. خب نه شماره مگه نمیخواستی بدی؟ من خطم یه ولی طرف میخوای یه است. شماره کمری پای یه چیزی یه چیزی حالا من میخوام برم کلاس دارم، کلاس موسیقی دارم. شما علاقه فکر کنم زیادی به موسیقی دارین، درسته؟ نه. موسیقی هستن. یه گاز دیگه میدی بی زحمت؟ بابا برو دیگه تو هم. برو پسر برو. چیزی اینا بچه‌ها نمیان بریم؟ ما من- کار داریم. شما میشه برید بی زحمت. من یه 5 دقیقه دیگه کار داریم اینجا. بچه‌ها بیان بریم دیگه. من یه میخوایم زن... بریم بیادبی، چون حالا من که زن دارم. خب شماره‌تون بده. حالا. شماره من خطم یه طرف است. خانم شما هم دوست پسر داری. من اونجا به شما گفتم من نمیخواستم با شما دوست شم، که می‌خواستم یه دوست سلام معمولی. داداش خاکتم دور داداشم سرت یارم. سلطان. من نوچه ارباب. بردم همین کارواش. الان کارواش تو رو بودی. قرآن به ببخش اول فصل بارون زد حضرت. توش اوکی داداش اوکی. سویچم من نوکرتم با ایکس اوکی. خاک پاتم ببخش حلال کن من نوکر. بفهم. نوید خاک پاتم داداش دور سرت یارم. غلامتم. ببخش بارون یه دست من نیست، خدا خواست ببخشید تو رو خدا. من خاک پاتم. آقا نوید ببخشید محبت تو رو. کرد. آقا سهیل. آسوئیل فدات شم داداش. دور داداش. سرتون میارم. یه سرباز داری تو ایران، اونم منم. دوستتون دارم سلطان. غلام. من نوکرتونم. سلطان برازندتونه ماشیناتون. رفت. جانم. خاک بر سرتون. چرا؟ بریم دیگه، بریم کسی غذا بخوریم. پراید است. پراید دیگه پراید 100 تومنه دیگه. یعنی چی؟ کارگرید شما؟ کارگر که نه همون شستن. چه بردی کارواش؟ شستن همون لیاقت میخواد که ما داریم. شستن ماشین لیاقت میخواد. اون ماشین لیاقت. تو داری برو بشور بشین تو اون ماشین. حامد جان بریم داداش. الان نمیایم با ما. نه یا ماشین برای خودشون نبود. تو هنو اینجایی. ببخشید شهرام داشتیم دوربین
دوربین مخفی ضبط می‌کردیم. بچه‌ها یه لحظه بیا بیا. حمید سوهل بیا. ببخشید داشتیم یه کار تنظیر رو داشتیم به دوربینای خودمون نشون میدیم. ولی آشنایی ولی نکن خیلی دوست پسر داری. مخلصم. داشت سوال گفت. حامد نکن دوست پسر داری. دوست پسر دروغ بود دیگه نداشتی. می‌خواستیم فقط چقدر خیلی پسرها مخلصم. اذیت داشت نوید گل بعد شما بشه. من که فکر صورتشون تدا دارم دوست دارم. دوست نداره. ولی من چون ساده بودم 50% 60% به خاطر آی 8. میشه فرایده 110. فکر کنم تحت شد زیاد دوست نداشت. میشه به دوربینای ما یه دست تکون بدین؟ دوربین یه دوربین ما اینجاست. خب یه دونه هم اونجاست دوربینمون. بعد شما اوکی این واسه پخش کردن این ویدیو؟ یه دونه همون پشتمون هست. نه جدی میگم. نه. میشه یه دونه لایک به دوربینای ما نشون بدین به خاطر اینکه رضایت خودتون رو اعلام کنین واسه پخش این ویدیو؟ مشکلی ندارین؟ بی احترامی هم نشد تو ویدیو، بی احترامی هم هنوز چیز ندیدم. آهنگ هنوز آره. میشه یه لایک نشون پسر داره نمیتونه. یه لایک دوربین ما نشون میدین. شما مشکلی ندارین تو پخشش. یه دونه هم به این دوربین ما یه لایک نشون بدین. مرسی هم. بازم ببخشید ها دیگه شهرونده اون ماشینو من خودم نه. دیگه دوستانمون، آشنایانمون هر کی میدید ولی خب دیگه پاهر رو میداد دیگه. ببخشید. من برم یکی برم دوباره کار باش. محمد جان. قربان شما چای ببخشید. آقا این کارو که شما دیدین دیگه خوب و بد و به بزرگی خودتون ببخشید. بچه‌ها دمتون گرم. ما شهرونده بارون زد رو ماشینتون. آقا این سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت فلان بیسار همه کار بکنین، حمایت کنین. می‌خوایم بهتره کنیم آقا. واقعا خیلی چرا؟ خیلی مخلصم. آقا دمتون گرم. ماشیناتون رو دادیم ما بشوریم. عشق آقا یا علی. دوستتون دارم ما رو دنبال کنین. مواظب کرونا باش. ولی باحال بود نه؟ خیلی قشنگ شد. آره. آقا اونجا چرا منو بذار من یه عکس بندازم. خیلی اومد عکس بندازه.